وقتی کیریلی 13 ساله در روسیه بلندی کرد و مهاجران توجیک با او عمری دوباره بخشیدند. یک گروه از مهاجران نورسی روس را از غرق شوی نجات دادند. حادثه شام دیروز در شهرک یابلونوفسکی جمهوری ادیگه روسیه رخ داده است. در ویدیویی که در اختیار رادیو آزادی هست دیده می شود که چگونه دو مهاجر برای نجات پسر بچه خود را به رودخانه کوبان می اندازند. خیوم اگانبردیف یکی از نجات دهندگان میگوید در ساختمان در نزدیکی رودخانه مشغول کار بودند که فریاد کمک خواهی را شنیدند. ساعت‌های تقریبا 5:30 بود. یک کودک به همین ریکه کوبان غرق شد که ما تاختیم با سوی او با نجات رحیم سالم جان و جامع حلیم بایدف کامران و جنبیدف خلق بردی و من خیام که ما این کودک رو از آب آوردیم. یکی ما با یوری تجربه زنگ زدیم که آنها که آمدن پس از نیم ساعت که تا آمدن آنها ما اولین کمک خود را به این کودک رساندیم و او را از آب آوردیم و او بی خود بود، ما او را به خود آوردیم. به گفته مصاحبان ما در نجات این پسر بچه 5 مهاجر شرکت کردند. در نواری که به رادیو آزادی فرستاده شد 4 نفر آنها ثبت گشته است. ضمناً رسا یک سال پیش همین گروه مهاجران که زادگان شهر پنجکنت ولایت سوخت هستند از همین رودخانه یک زن و یک کودک را بیرون برآورده و از مرگ رهانیدند. در پی مقامات رسمی در روسیه به حکومت پیشنهاد کردند که این مهاجران برای جسارتشان قدردانی شوند. اما طور معلوم گشت این حرفها تنها در سطح پیشنهاد باقی ماند و نجات دهندگان به گوشه فراموشی سپرده شدند.